تن تیم، عشق تیم اومده در مسابقات کرواسی بعد از 1 سال و نیم دوری از بعد از المپیک پاریس در یه میدان در 2 وزن بالاتر کشتی بگیره. البته در مسابقات لیگ کشتی خوبی هم گرفت، اما این مسابقات خارج از کشور هست و رقبای سرسختی هم دوره. امیدوارم که بتونه در مقابل این کشتی گرجستانی سلیمانی شولی با باند آبی سمت راست تصویر شما مشاهدین همین تصویر که و حسن دلاور که دارنده 10 مدال طلا، نقره و برنز هست و 3 تا مدالاش المپیکی، یعنی 1 طلا 2 نقره المپیک داره. در آوردگاه مسابقات کرواسی اومده یک بار دیگه با کشتی‌های زیبا و جذاب خودش دل هموطنان رو شاد کنه. سرگردن مهار میکنه در ابتدای کار، سرگردن در مای خیمه مهار میکنه، دور میزنه و سعی میکنه با پیش بند ظریف خودش همچنان با چرخش سمت مخالف از یک طرف پیش بندازه که این بار اجازه نداد. به همین شکل باز هم همون کار انجام میده و به دنبال گرفتن سرگردن، مهار کردن حریف، باز هم در تلاش هست اینکه بتونه با گرفتن سرگردن بره به پشت حریف خودش، اما سلیمانی شولی یک کارو نمیده. سلیمانی شولی روی سرگردن خوب دفاع میکنه. حسن یزدانی ما، دلاور جویباری ما، به این شکل حریف و مهار کرده. همچنان حالا سعی میکنه که رکبی رو از سمت چپ بزنی که باز هم این کار به حریف کار به اون نمیده. تلاش زیادی رو کرد اما استقامت کرد سلیمانی شولی، این کارو نداد به حسن یزدانی. بازم در سرشاخ در تلاش از آقای احسان امینی مربی کشورمون در کنار آقای پژمان درکا سرمربی نکات لازم و به حسن یزدانی میگه تقاضای اخطار برای باند آبی به درستی. همیشه مهاجم هست، همیشه چالاک و توانمند. یک بار دیگه حالا تذکر رسمی رو دادم، یه مقدار دیگه کار کنه اخطار 30 ثانیه رو خواهند داد به سلیمانی شولی. همچنان میدون صدر از حریف بگیره، یک بار دیگه پار دستگیر کرد به همون سبک خودش موفق میشه حریف اتوش خارج کنه. یک امتیاز میگیره، رو اخطارم تصویب بشه یک امتیازی هم خواهند داد. اخطار تصویب نشد بعد یک امتیاز میگیره حسن یزدانی تا این لحظه در مقابل این کشتیگیر گرجستانی که جوان هست. باز هم در تلاش هستن با قوس کردن تا دور حریف رو به هم بزن، دور میزنه این بار خاک میکنه حریف خودشو و موفق میشه 2 امتیاز بگیره. با اینکه 2 از بالاتر اومده همچنان چالاک و به نوبت فیتیل بانداد یه لحظه رفت برای فیتیل بانداد که این کارو نداد. اصلا اونجا چشمی سر دوباره خاک میکنه حریف خودشو و هم سعی میکنه که با اجرای داور وسط کشتی رو سرپان میده. 3 بر 0 پیش میفته. یه بار دوم که سرگردانو گرفت دیدیم که به چه خاک کرد حریف خودشو. مثل 86 کیلویی کشتی میگرفت، 2 وزن بالاتر اومده. همچنان چالاک، پرتلاش، جنگنده، جسور و مهاجم هست حسن یزدانی ما. واسه در تلاش است کسب مدال 10 مدال در جهانی و المپیک واقعا سخت و دشوار هست. حالا زیرگیری میکنه سلیمانی شولی، اینا موفقه. اصلا اونجا با چشم سعی فقط میرفت اینکه خوب کنه که حسن یزدانی هیچ کار نداده. حسن اونجا میده بیرون تو خاک و 2 امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش. 2 امتیاز دیگه میگیره. کشتیارا 5 بر 0 میشه. یه لحظه دیدیم به چه شکل میرفت اینکه خاک کنه، اما تو پیچه کشتی هم دلاور کشورمون خوب کار میکنه. پهلوان حسنمون واقعا همه جای کشتی میگیره. دیدیم که تو گرفتن سرگردن، تو حمله، تو دفاع پیچک همه جا دیدیم خوب عمل کرده. باهوش، زیرک، توانمند و نه ترس و شجاع است. با واژه ترس بیگانه این دلاور. باز هم در تلاش هستن که بتونه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. ما یه بزرگی دیگه هم به نام آذرپیرا رو در این وضع داریم. او هم قهرمان عنواندار جهان و المپیک هست. اون یه توانمندی از این بیانگر پشتوانه کشتی ما هست. ثانیه پایانی وقت اول و وقت 30 ثانیه استراحت فرا میرسه. میبینن نزد مربیان خودشون آقای احسان امینی و آقای پژمان درستکار از کنار تشک نکات لازم به حسن یزدانی میگن و به اون میگن که چگونه کار دنبال کنه. آخرین نکات رو آقا پژمان تذکر میده، به او یادآوری میکنه. باز هم و در طرف دیگه مربی گرجستان با کشتیگیر خودش صحبت میکنه. جوان هست اما تهاجم و جنگندگی کشتیگیر ما حسن یزدانی بیشتر و بیشتر بوده. دیروز هم ما یه طلا، یه نقره و 4 برنز کسب کردیم، یعنی 6 تا مدال گرفتیم. 9 کشتیگیر داشتیم، 6 تا مدال گرفتیم.
6 مدال گرفتیم و حالا میبینیم که دو کشتیگیر میان بر روی تشک بر وقت دوم، بر وسط تشک تا وقت دوم کار ادامه بدن و دو کشتیگیر همچنان بر روی تشک دیگه هم مبین عظیمی ما با قهرمان جهان هیدلای کشتی میگیره. کشتیگیر کشورمون با هیدلای مبارزه میکنه. هیدلای که ما اون طرف هم 5-0 حسن یزدانی پیش هست فعلا. هیدلایی که در مسابقات جهانی تمام رقابای خودش در 92 کیلو شکست داد، قهرمان جهان شد در کرواسی و بر جز پدیده‌های بهترین کشتیگیر 90 کیلو و پدیده کشتی معرفی شد. همونطور که در فرنگی کشتیگیر ما با یک بار دیگه زیرگیری میکنه، اون طرف هم بریم اون طرف که دو کشتی هست. اینجا یک لحظه تا دو هر کشتیگیر ما رو به هم میزنه. ببینید که چه امتیازی حسن یزدانی خاک میکنه، 2 امتیاز میگیره، میره بر کلیپ انداز، به دنبال کلیپ انداز سمت چپ و راست. یک بار دیگه مبین اونجا یک امتیاز میگیره از حریف خودش. اینجا برانداز اجرا میکنه حسن یزدانی دلاور ما با یک کلیپ انداز زیبا و جذاب یه امتیاز دیگه بگیره، کار تمام میکنه. 10-0 میره شکست بده. 10-0 امتیاز عالی. شیرین و دلچسب هست. حالا داور وسط کشتی رو سرپا میده. این طرف هم مبین عظیمی از هیدلای قهرمان جهان در سال 2025 از امریکا 1-0 پیش از مبین عظیمی. یک بار دیگه میزنه مبین زیر کتفان حریف خودش، این که بدون خاک کنه اینجا میتونه خاک کنه، حریف خودش خاک میکنه و موفق میشه 2 امتیاز مبین بگیره از او. کشتی رو 3-0 میکنه. 3-0 مبین تا این لحظه جانانه مردانه مبارزه کرده. دلاور کرد ما از شهر سقز در آوردگاه مسابقات کرواسی اومده تا یه قهرمان جهان رو شکست بده و شگفتی ساز این مسابقات باشه. یک بار دیگه حسن یزدانی میره خاک کنه حریف خودش، خاک و تمام میکنه کارو. تمام. خسته نباشی دلاور. خدا قوت پهلوان. 11-0 شیرین رو دلچسب حریف خودش شکست میده. یک کشتی جانانه و موفق میشه با پیروزی عالی که به منزل ضربه فنی محسوب میشه او رو شکست بده. داور وسط یک بار دیگه مبین حمله میکنه تو دیگه فورت خارج کنه. مبین عظیمی جنگنده و جسور ظاهر میشه. داور